و یک مسئله بسیار مهم دیگر خدمت با سعادت شما عزیزان دل مطرح میش. اون مسئله است که از مشکلات عصر حاضر تعلیق سحری به اذان صبح می باشد، به این معنا که در اغلب جامعه ما و شما عرف بر این است که وقتی که مؤذن اذان صبح را در ماه مبارک رمضان می دهد و مردم ما و شما، جامعه ما و شما همزمان با اذان مؤذن و خورد و نوش خود ادامه می دهند تا اینکه اذان صبح خلاص میشه. همین عمل مشکلات بسیار زیاد را متضمن می باشه. اولی که بعض مردم که همزمان با اذان مؤذن روزه خود را میخورند تا وقتی که اذان مؤذن خلاص میشه و روزه ایشان فاسد می باشه. اهل حدیث ویکتوری ها بعضی از اونا از حدیثی که در بیهقی هستن استدلال کردن. و حدیث ای است که اذا سمع احدکم النداء، وقتی که یکی شما ندای مؤذن را میشنود، والاناء فی یده، ظرف در دست از او است، فلا یدعه حتی یقضی حاجته من، او را نگذارد تا اینکه حاجت خود را از او برآورده بسازد. از این حدیث اونها استدلال کردن که مشکلی نمی داشته باشند. اما احناف، فقه احناف، علمای احناف، محدثین احناف از این حدیث چندین جواب دادن. اول که حفاظ حدیث گفتن این حدیث به همه طرق خود صحیح نمی باشه. از جمله ابو حاتم رازی گفته که این حدیث صحیح نمی باشه. باز هم به فرض صحت حدیث مراد از این ندای حضرت بلال رضی الله عنه برای نماز تهجد بوده، نه اذان صبح. پس به این معنا حاصل گپ این میشه که اذانی که حضرت بلال میداده اذان تهجد بوده، اذان نماز صبح نبوده است. پس بنابر این قول چنانچه که المتین جلد اول صفحه 224 چاپ نهم ذکر کرده، روزه این مردم صحیح نمیشه. مشکل دومی که وقتی که اذانی که مؤذن میدهد در صبح، زنها با مجرد شنیدن اذان نماز را میخوانند. اگر مؤذن قبل از وقت اذان بدهد، بنابر قول مفتابهی احناف اذان عزیز صحیح نشده و نماز این زنها هم نمیشه. البته در این رابطه مسئله شرح و بحث داره که اذان قبل از طلوع صبح صحیح میشه یا نمیشه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام محمد شاگرد بالفعل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و سفیان ثوری رحمهم الله همه گفتن که اذان صبح مثل دیگر اوقات قبل از وقت صحیح نمیشه و واجب الاعاده هست. امام ابو یوسف اسحاق ابن راهوی و عبدالله ابن مبارک میگن که تنها اذان صبح قبل از وقت صحیح هست و واجب الاعاده نمی باشه. استدلال این مبارک هایی است که حدیث در ترمذی هست ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر علیه السلام گفتند ان بلالا یؤذن باللیل، حضرت بلال رضی الله عنه در شب اذان میدهد، فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، شما بخورید بنوشید تا اینکه اذان ابن ام مکتوم را میشنوید. طریق استدلال این بزرگوارا امام ابو یوسف و اسحاق ابن راهوی و عبدالله ابن مبارک این است که در این حدیث بیان شده که حضرت بلال در شب اذان میدادند. این استدلال این فریق می باشند. اما دلایل احناف در ابو داود روایت هست که حضرت بلال رضی الله عنه می فرمایند، حدیث نقل میکنند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر علیه السلام به ایشان گفتند لا تؤذن، اذان ندی حتی یستبین لك الفجر، تا اینکه خوب صبح به تو آشکارا میشه. در بیهقی که رجال از او ثقه هست این الفاظ آمده انه قال یا بلال لا تؤذن حتی یطلع الفجر، تو آذان نتی تا اینکه صبح طلوع بکنه. اعلاء السنن جلد دوم باب الله یؤذن قبل الفجر از مفتی ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه می باشه. یک حدیث دیگر در نفع احناف ای است که حافظ ابن عبدالبر رحمه الله در التمهید از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرده
قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. مؤذنین در زمان پیامبر علیه السلام اذان نمیدادند تا اینکه صبح طلوع میکرد. امام ابن شیبه هم تخریج این حدیث را کرده است. مصنف ابن شیبه جلد اول ذکر کرده حدیث را. دلیل سوم احناف حدیث به تخریج امام ابو داود، امام طحاوی، امام دارقطنی و بیهقی هست. عن ابن عمر ان بلالا اذن بلیل فامره النبی صلی الله علیه و سلم ان ینادی ان العبد قد نام. حضرت بلال رضی الله عنه در شب آذان دادند. پیامبر علیه السلام گفت که به مردم بگوین که حضرت بلال در خواب افتاده بوده، آذان را قبل از وقت داده. سنن ابی داود جلد اول، شرح معانی الاثار از امام طحاوی جلد اول، باب تعظیم للفجر. سنن دارقطنی جلد اول صفحه 91. این روایات به مسلک احناف دلالت صریح داره، دلالت صریحی داره که اذان قبل از صبح صحیح نمیشه، پیش از دخول وقت اذان صبح صحیح نمیشه. جواب از حدیث ائمه دیگر و ائمه بزرگوار امام یوسف صاحب که و همچنان ابن مبارک صاحب که استدلال کرده بودن که اذان قبل از وقت صحیح میشه، استدلال او مبارک ها تام نمی باشه. چرا که اگر در عصر رسالت، عصر پیامبر علیه السلام اکتفا به اذان شب میشد، تنها اذان شب داده میشد، استدلال اونها صحیح بود. در کدام روایتی که اذان شب آماده، اذان صبح هم آماده، پس دانسته میشه که اذان شب درست نبوده. اما اذان شب اگر درست بودی، اذان شب درست بودی، پس چرا اذان صبح داده شدی؟ پس به این معنا که اذان اول قبل از وقت که داده شده بوده او اذان درست نبوده، پس از این جهت اذان دوم را ابن ام مکتوم رضی الله عنه داده‌اند. و همچنان علامه کمال ابن همام در کتاب معتبر احناف فتح القدیر ذکر کرده ولا یؤذن للصلاه، اذان داده نشو از برای هیچ نماز قبل دخول وقتها، پیش از دخول وقت از و یعاد فی الوقت، اگر قبل از وقت اذان داده شد باید در وقت اوت شود. چرا؟ لان الاذان للاعلام و قبل الوقت تجهیل. اذان به خاطر اعلام است. اگر کسی قبل از وقت اذان بده، پس گویا که مردم را در جهالت می اندازه. از این نسبت اذان قبل از وقت صحیح نمیشه. در حالی که یعنی امام شافعی رحمت الله علیه و همچنان امام ابو یوسف صاحب گفتن یجوز للفجر فی النصف الاخیر من الليل، در اذان صبح در نصف اخیر از شب صحیح هست. صاحب فتح القدیر علامه کمال ابن همام گفتن والحجت علی الکل، دلیل از طرف احناف بر همه فریق مخالف امام شافعی، امام ابو یوسف که است این باشه قول علیه السلام لبلال رضی الله عنه لا تؤذن حتی یستبین لك الفجر، تو آذان نتی تا اینکه خوب صبح آشکارا شود. این مؤثق ترین استدلال بر قول مفتابهی احناف از منطق صریح حدیث پیامبر علیه السلام است که اذان صبح قبل از وقت صحیح نمیشه. فتح القدیر کتاب الصلاه باب الاذان. پس خلاصه گپ این شد که باید در اینجا خیلی احتیاط شود که مردم ما و شما، ملت ما و شما، جامعه ما و شما باید سحری خود را معلق به اذان مؤذن نکنن. در وقت سحری پیش از اینکه مؤذن اذان بیته، وقتی که صبح طلوع نکرده، سحری خود باید اونها کسا توقف بدن تا اینکه روزه اونها صحیح شود. جزاکم الله.